سلام دوستان، با یه برنامه دیگه از آموزش‌های فتوشاپ در خدمتتون هستم. امروز با روتوش در فتوشاپ آشنا میشید. یه عکس باز میکنید، چون میخواید روتوش کنید باید صرفا حالا یه شخص باشه. خب من به خاطر قانون کپی رایت و اینکه کسی شکایت ازم نکنه عکس خودم رو باز کردم. اینجا میتونید لکه ها رو با استفاده از ابزار استمپ یا با استفاده از این چسب بگیرید. در ابتدا تمام لکه ها رو میگیرید. خب لکه ها رو که گرفتید، برای اینکه یه پوست حالا نسبتاً متعادل و خوب داشته باشی و که بتونید بهش بگی روتوش شده، باید از بلار استفاده کنید. بلار قسمت آخری که یه انگشت هست رو انتخاب میکنید. البته باید تنظیمات رو رعایت بکنید. قسمت در واقع این قسمت آخر اسپیسینگش رو میذارید، تیک رو بر میدارید به این صورت بشه که 2 نقطه بشه، یعنی به صورت متوالی قلم نندازه، چون پوستتون رو کش میاره و شما روتوش خوبی نخواهید داشت. اینجا سعی کنید اول یه لایه تولید بکنید، بعد رو اون لایه شروع کنید به بلار زدن. همه جای پوست میزنید و در نهایت مقدار این روتوش رو با کاهش اوپاسیتی کم یا زیاد میکنید، که معمولا باید کمش کنید تا پوست به نظر طبیعی تر به نظر برسه، چون دیگه هیچ پوستی در دنیا اینقدر صاف نیست. همه جای پوست رو بزنید، بالای چشم، بغل لبا، دیگه بغل گوش، گردن، دستا، همه جای پوست رو با استفاده از این ابزار بلار کنید. خب اگه خط لبخند آدم اینجوری میرفت خیلی خوب بود. گردنم به همین شکل. گردن رو هم بزنید، دستا رو بزنید. من اینجا لکه ها رو نگرفتم و کلن همه لک و پوست و همه چیز رو با هم دیگه بلار کردم. ما به این کار میگیم ماسمالی. به خاطر اینکه حالا سریع بخوام این کار رو نشون بدم، ولی شما سر فرصت تمام لکه ها رو با استفاده از استمپ یا با استفاده از پچ تول که در واقع همون چسب زخم به تعبیر خودمون میشه، این لکه ها رو بگیرید و بعد بلار بزنید، چون ممکنه تیرگی ایجاد بکنه وقتی بلار میزنید. بعد سعی کنید که اوپاسیتی رو به اندازه که دلتون میخواد افزایش یا کاهش بدید، که اینجا از 100% ما به 40% رضایت دادیم. حتی میتونید ابروها رو پررنگ تر کنید که احتمالاً در جلسات بعدی بهتون یاد میدم چجوری موژه برای حالا شخصی که میخواید بذارید به صورت خیلی طبیعی، چجوری ابرو رو پرپشت‌تر بکنید. همین کارا رو با استفاده از فتوشاپ میتونید انجام بدید و این پوست که یه نهایت ایدئال هر انسانیه ایجاد میشه. البته سعی کنید به صورت طبیعی حالا اوپاسیتی رو بذارید که اون خط و خطوط تا حدودی باقی بمونه. در نهایت هم سیو میکنید و تمام.